ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампур. гуфтори 15. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. зерфасли дуюм. муродифҳои вожаи тоҷик. واژه تاجیک به غیر از این معناها با کلمه ها خصوصیت مجازی و توصیفی نیز پیدا کرده است که اکثر خصوصیت ادبی و بدیعی دارند. طوری که از آثار خطی و گفته های مؤلفان می دانیم، واژه تاجیک در منبع‌های تاریخی، جغرافی و فرهنگی خودی و بیگانه با معناهای مختلف و بعضاً مخالف همدیگر نظیر عرب، غیر عرب، ترک، غیر ترک، مغول، غیر مغول، عرب زاده‌ای در عجم تربیت یافته، نام محل، نام قبیله، اهل ناحیه فارس، نام مردم، مسلمان، سوداگر، شهری، کوهستانی و حتی نام صفتهای دلیر و جنگاور، ترسو، نرم و ملایم، زیبا و امثال اینها به کار رفته است. در بسیار موردهای دیگر این واژه چون نام مردم فارسی زبانی آریایی نژاد در آثار ادبی و فرهنگی ما با کلمه های زیاده از قبیل ایرانی، عجمی، پارسی یا فارسی، دهقان یا دهگان، احرار یا ابنای احرار یا ابناء الاحرار، آزاد، آزاده، آزادگان، آزاده زادگان، آزاد نژاد یا آزاده نژاد، آزاد مردم یا آزاده مردم، پارسیان، پارسی گوهران یا فارسی گوهران، تاجداران، یزدان شناسان و غیره مناسبتی مرادفی داشته است و مورد استفاده فرهنگیان و مؤرخان بوده است. مناسبت متقابله واژه‌های تاجیک و ترک. اکثریت محققانی که به مسئله کلمه تاجیک داخل کردند در صحیفه‌های آثار خطی ثبت شدن آن را با وارد شدن قبیله‌های بادیه‌گرد و صحرانشین ترک
و خراسان و ایران و به وجود آمدن ترکیب ترک و تاجیک یا گاه تاجیک و ترک همزمان دانستند. مثلا به اندیشه عبدالاحمد جاوید نیمه دوم قرن ششم میلادی مصادف با ظهور نام ترک ها در خوارزم است که پس از غلبه بر هیتاریان وارد شمال افغانستان گردیدند و به تخاریان درآویختند و با قبول تمدن و فرهنگ پیشرفته تخاریان جزو مردم آن سرزمین شدند و از همین زمان است که اقوام ترک و تاجیک به عنوان خلقهای نزدیک و همرزم با هم یاد شدند. در ادبیات فارسی این دو کلمه برای مقایسه و مقابله نظیر ایران و توران در شاهنامه فردوسی به کار رفته است. سعدی گوید: عرب دیده و ترک و تاجیک و روم، ز هر جنس در نفس پاکش علوم. از جانب دیگر قوم‌های ترک و تاجیک در گذشته وجه مشترک سیاسی و اجتماعی خیلی نزدیک با هم داشتند و در سرچشمه‌های تاریخی ادبی دوره‌های اولی تاریخ اسلامی ما یک جایه با هم ذکر شده. به طور نمونه نگاه کنید به 3 مثال ذیل. یکم، ترک همه ترکی کند، تاجیک تاجیکی کند. من ساعت ترکی شوم، یک لحظه تاجیک شوم. مولوی. دویم، کیست از تاجیک و از ترک در این صدر بزرگ، کینه اندر دل او دوستر از زر و سیم. بوحنیفه اسحاقی. تاریخ بیهقی. سیوم، مردم قزوین از نخستین حکم شاه اسماعیل به غایت نومید شدند. اکثر مردم از ترک و تاجیک هراسان شده عازم پای قلعه شدند. تاریخ الفی. تأثیر متقابله، آمیزش و همدین و هم فرهنگ و همزبان شدن دو یا یک چند قوم سبب همگونی آنها می گردد. برای آنکه ضرورتی تشخیص و از هم فرق کردن یک قوم از قوم دیگر پیش آید، باید این دو قوم از لحاظ تعداد نفوس، مقام و مرتبه سیاسی یا نظامی، علم و فرهنگ هم سنگ و هم وزن باشند. طوری که از تاریخ معلوم است، ترک ها در خراسان و ماوراء النهر تا زمان انقراض سلاله سامانیان 999 با مردم تاجیک زبان آریایی نژاد همسنگ و همتراز نبودند، اگرچه در بعضی گوشه‌های پهنای قلمرو سامانیان چنین آمیزش مشاهده می‌گردید. تنها از دهه دوم قرن 11 کلمه تاجیک در استفاده علاهیده یا در مقابله با کلمه ترک و گاه مغول
در صحیفه های آثار خطی اسلامی ثبت می گردد. گویا بار نخست این کلمه را عنصری بلخی در قصیده‌ای که به توصیف غلبه های سلطان محمود غزنوی بخشیده است به کار برده است. زی چین و ماچین یک رویه تا لبی جیهون، زی ترک و تاجیک و زی ترکمان غوز و خزر. بعدتر ما با این واژه در شکل‌های تاجیک و تازیک در دیوان لغات ترکی محمود قاشقری دوچار می آییم. پس از زمام راهبری اداره منطقه را به دست گرفتن قبیله های ترک نژاد، غزنویان، قرخانیان، سلجوقیان، تیموریان، شیبانیان و در کارهای مأموری و نظامی تدریجاً قوت گرفتن آنها، تضاد ترک و تاجیک یا تاجیک و ترک هم در بین مردم معروف و متداول گشته. در تمام قلمرو زبان تاجیکی پهن گردید و تدریجاً دایره استعمار مقابله عرب و عجم و عربی و عجمی و ایرانی و تورانی را تنگ کرده جایگزین آنها می شود و از این راه واژه تاجیک با کلمه های عجمی، پارسی، ایرانی و امثال اینها مناسبتی مرادفی پیدا می کند. دهگان، دهقان و واژه تاجیک. طوری که آگهیم واژه تاجیکی اصلی دهقان یا شکل قدیمترش دهگان یا دهگان در تاریخ زبان ادبی ما با معناهای زیر استفاده شده است. یکم، طبقه از اعیان و اشراف جامعه که علاوه بر ثروتمندی محافظ سنت و عنعنه و روایت‌های ملی، حماسه ها و اسطوره های پهلوانی بودند. به معنی مطلق ایرانی. فردوسی گوید: ز ایران و از ترک و از تازیان، نژاد پدید آید اندر میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها و کرداری بازی بود. به معنی عجمی فروخی گوید: هر کس به عید خویش کند شادی، چه عبری و چه تازی و چه دهقان. ناصر خسرو گوید: جهان را دیده و آزموده‌ای، شنیده‌ای، گفته‌ای، تازی و دهقان. به معنی زردوشتی: ای بدیل چو قبله تازی، وی بروخ چو قبله دهقان. به معنی خمار: ساقی بده رطلی گران، زان می که دهقان پرورد. اندوه برد شادی دهد، غم بشکند جان پرورد.
به معنی برزگر. دهقانی سال خورده چه خوش گفت با پسر، که نوری چشم من بجوز از کشته ندروی. به معنی تاجیک. یک صف میران و بلعمی بنشسته، یک صف پیری صالح و دهقان. آزادگان و واژه تاجیک. در اخبار آمده است که در زمان خسروی پرویز ساسانی، زمانی که حبشی ها بر یمن تسلط یافتند، سیف ذویزن امیری همیری و دیار کسرا روی آورده امداد جست و انوشیروان 50,000 عسکر را با او گسیل کرد و حبشی ها را از خاک یمن راند. عرب ها این لشکر را که سالها زمام امور را در آنجا در دست داشتند، بنو الاحرار یا ابناء الاحرار و یا احرار و حتی ابنا خواندند و سپس این کلمه لقبی تمامی فارسی زبان ها گشت. ولی در ادب و فرهنگ فارسی بیشتر ترجمه فارسی این کلمه که واژه آزاده و شکل‌های دیگری آن آزادگان، آزاد فرزند، پاک فرزند، آزاد مردم و امثال اینها می باشد رواج یافت. رودکی می گوید دایما بر جان او بلرزم، زیراک مادری آزادگان کم آرد فرزند. دقیقی می گوید من جاه دوست دارم که آزاد زاده ام، آزادگان به جان نفروشند جاه را. فردوسی فرموده بزرگان و با دانش آزادگان، نوشتند اکثر همه رایگان. با اندیشه این ادیب وطن پرور، پس از بسری حاکمیت آمدن عرب ها، چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. ناصری خسروی قبادیانی. امروز شرم ناید آزاد زادگان را، کردن به پیش ترکان پشت از طمع دوتایی.
ستاری نیشاپوری. چون تو را می بینم از آزادگان، کی شناسی دردی کار افتادگان. اشراف و اعراب و تاجیک و تازی. در آثار نیاگانی ما بعضاً به معنای فوق الذکر لفظی اشراف و اشراف زاده استفاده شده است که از آن مراد همان تضاد عربی و عجمی یا تاجیک و تازی است. از اطراف ممالک توران و ایران، از ترک و تاجیک و اعراب و اشراف توایر، از سادات و علما و مشایخ و قضات جمع آمده اند. نظام الدین شامی. در اینجا در تضاد توران و ایران، ترک و تاجیک و اعراب و اشراف، واژه‌های ایران، تاجیک و اشراف مرادف متنی همدیگرند. لازم به قید است که واژه آزاد یا آزاده یکی از کلمه های دوست داشته ادیبان گذشته، علل خصوص مؤلفان عصرهای 11 12 هم بوده است. آنها این کلمه را نه تنها با تابش‌های سیرشماری معنای علاوگی به کار برده اند، بلکه در اساس آن واژه‌های سیرشمار نظیر آزاده، آزادی، آزادگی، آزادزاد، آزادوار، آزادمرد یا آزادمرد، آزادمردم یا آزادمردم، آزادمردی یا آزادمردی، آزاد خوی، آزاد چهر، آزاد سرو و امثال اینها نیز ساختند. لفظ تاجیک در برقه و گلشاه به معنی شهری، در دیوان شمس به معنای مردمی ملایم و آرام و در مثنوی قیران و سعدین امیر خسرو به معنای دلیر و سلحشور به کار رفته است. یک حمله و یک حمله، کامت شب و تاریکی، چستی کن و ترکی کن، نه نرمی و تاجیکی. دیوانی کبیر. تاجیکی گردن کش و لشکر شکن، بیشتری نیزور و تیغ زن. قیران و سعدین. جامی در جای به معنی عاجز و آرام به کار برده گوید: پیش هندوی چشم خونریزت، گشته ترکان زبون تر از تاجیک. تات و سرد و واژه تاجیک. در بعضی آثار خطی فارسی و کتب مؤلفان ترک زبان، مردم فارسی زبان ایرانی نژاد همچنین با نام‌های تات، تت، سارت، سرت، خواجه، سوداگر، غلچه ها یا کوهستانیان یاد می شوند.
هر کدام این واژه ها در موردی معین و در مقابله با کلمه های گوناگون بیشتر با واژه ترک با لفظهای ایرانی، عجمی، فارسی و تاجیک و این یا آن گونه آنها و مرادفات دیگری آنها مناسبت هم معنایی و مرادفی پیدا می کنند. بسیاری از محققان نام قوم تاجیک را به تاتها مربوط می دانند که با این نام تا به حال یکی از خلقیت‌های ایرانی تبار در قفقاز یاد می شود. تحقیق مفصلی که درباره واژه تاجیک انجام شده است به قلم دکتر سید محمد دبیر سیاقی تعلق دارد. او در مقاله خود با نام تات و تاجیک و تازیک از 98 منبع و مأخذ و سرچشمه های تاریخی دوره اسلامی معلومات جمع آوری کرده است که قدیمی ترین آن دیوان لغات ترکی محمود قاشقری بوده در آخر عصر 11 تهیه شده است. باید تذکر داد که از طرف محققان علم تاجیک شناسی درباره مفهوم کلمه تات و تات معلومات های فراوان گرد آورده شدند. بار اول کلمه تات در لغتنامه محمود قاشقری آورده شده است. واژه تاجیک به معنای اسم کلی آریای نژادان می باشد و آن را ترکان به آریای نژادان نسبت ندادند، زیرا پیدا شدن واژه‌های تات و تاجیک نسبت به یک ملت بزرگ آسیای مرکزی تصادفی نیست. واژه‌های تات و تاجیک را ضرورت تاریخی به میان آورده و سببها زیادند. در دیوان لغات ترکی محمود قاشقری آمده: تدسیز ترک بولماس باشسیز برک بولماس، یعنی ترک بدون تت مردمی فارسی زبان ایرانی تبار نمی شود، سر بدون کلاه نمی شود. مولوی فرموده: اگر تت سن، اگر روم سن، اگر ترک، زبانی بی زبانی را بیاموز. کلمه سارت یا سرت نیز نام دیگری است که تاجیک ها را با آن نام می‌خوانند. مثالی ترجمه شده از متن ترکی توزوک بابور: روزی چهارشنبه 19 ماه محرم سال 626 هجری هنگام صبوحی کردن از روی مطایبه گفته شد که هر کی سارتی گوید که پیاله بنوشد. از بررسی و مطالعه آثار محققان و پژوهندگان درباره واژه تاجیک و معنا و دوره‌های استفاده آن به چنین خلاصه آمدن ممکن است. البته این خلاصه فقط خلاصه افکاری آنهاست. شما گفتاری 15 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.